خب است. بسم الله الرحمن الرحیم. ما خلاصه میکنم این گپه که اصل امی اختلافات توسط درس حدیث که از طرف علمای مساجد داده شوه، خصوصا در مورد مسائلی که دوی اختلاف است، مثلا آمین بالجهر، رفع الیدین، دستا در سر سینه یا زیر ناف ماندن، پایا را به کدام سیستم گرفتن. اگر اینمی حتی یک ماه هم در بر نه، در روز کلی مسائل گفته میشه و نزاع حل است. ما به خاطر ازی که گپ خب واضح خلاصه شوه ترجمه را خلاص کردم. یک چند نفر جوان آمده بود، ما فهمیدم که کسی ها را روان کرده. ما برش گفتم سنت است. گفت اختلاف چی است؟ ما گفتم حرام. گفت سعی که به خاطر سنت تو اختلاف انداختی. ما گفتم سوالتان شد؟ گفت بله. ما گفتم خیر یک سوال من از پیش شما میکنم. گفت بگو. ما گفتم عالی، ما از شما سوال میکنم که سنت از بین ببریم یا حرام؟ فهمیدن که در من جنی قمان کد ماره. این بیچاره علی زبان تا بالا میکنه، علی جواب داده نمیتونه، نه خالی گفته نمیتونه که سنت از بین میبره. مجبور است که چی بگویه؟ حرام از بین ببره. مجبور شدن گفتن حرام از بین میبریم. ما گفتم شما خامدی مرا میگی که سنت از بین ببر. گفت نه مردم نمیفهمه، جاهل است، از او خاطر کاری حرام میکنه. ما گفتم خیر شما خطا کردی، پیش من نبیه. در کدام مسجد که اختلاف پیدا میشه مرتکب حرام میشه، اون مولا را بگوی که همین حدیثا را بگوی که اختلاف نکنه. در مسجد ما در کمپنی بیایه دستار زیر ناف نه این در سری ران بان. اگر کسی برای شما گفت که چرا این کار کرد، باز مرا ملامت کن. عجیب است، در مسجد من نه کسی را توهین میکنه نه کسی را تحقیر میکنه. چرا؟ حدیث خوانده. پیشتر که مولوی صاحب گفت، امام ترمذی رحمه الله مسئله را که ذکر میکنه باز میگه که سریزی عمل کرده ابوبکر، سریزی عمل کرده عمر، سریزی عمل کرده زید ابن حارثه، سریزی عمل کرده ابن عمر. باز دیگه مسئله را که ذکر میکنه که سریزی عمل کرده فلانی صحابی فلانی. هو خیری هر دو مسئله این در اون زمان هم صحابه اینطور کار کرده. خود به خود نزاع چیست؟ حل است. خب ما در مساجد ما ایره یقین دارم به اخلاص، نه خودی مردم تقاضا کرده که یک روز برای امام خود پیشنهاد کرده باشه که ما نماز می خوانیم و این باید به طریقی پیغمبر علیه السلام خوانده شود. و خودی پیغمبر گفته که بعضی کساست که نماز می خوانه لیکن دوم حصه نماز میگیره، بعضی نهم میسه، بعضی هشتم میسه. هر قدر که مطابقت با کیفیت و طریقه و پیغمبر علیه السلام نماز موافق باشه، امو قدر به الله مقبول است. در کل عمر مولوی صاحبا برای مردم نماز کتاب حدیث پس کده، باب صفت صلات النبی صلی الله علیه و سلم، یا در بخاری یا در مسلم یا در مشکات شریف که جمع کرده در بین هر دو حدیث، امیر خوانده شده؟ خودی مردم تقاضا کرده؟ هر کس ما همیشه فقه را خواندیم. چی را خواندیم؟ در مذهب ما امام صاحب اینطور نماز خوانده، کتاب نوشته شده. چطور کتاب نوشته شده؟ نماز بگوی پیغمبر از دیدگاه امام ابو حنیفه رحمه الله. نماز پیغمبر، خب لیکن دیدگاه از کی باشه؟ وقتی که تور کتاب نوشته کنم و ایره به مردم بدم و خود در کلیم میزنه و خود مرد نمیمانه در مسجد. مشکل ما علما جور کردیم به خاطر ازی که مسئولیت خود ادا نمی کنیم. اگر مسئولیت ادا کنیم مردم درک میکنه. ما گفتم که هر جای درس حدیث شروع باشه، اگه این جنجال شما دیدی در عربستان چرا جنجال نیست؟ ترکیه بسیار یک مملکت محکم حنفی صوفی است. حنفی خیلی واقعی هم نیست، بالکل همو دین هم خوب نمیفهمه. خب برو دمو مسجد صوفیش برو رفع الیدین که اگر کسی برات بد گفت قاری سبتاهی رفته ده هند برو. عجیب است، کلی جنجال دمی افغانستان آمده. افغانستان چرا جنجال میکنه؟ اون امو ریش سفید که صدا کرد که کار کرده ای، امو ریش سفید کسی بگه که خوب بابا ریش سفید تو چرا ای غال مغاله کردی؟ ای عملی ازی چی بود؟ عملی اینمیست
برادر ما که آمین به زور گفت یا دست اینجا بالا گرفته بود یا رفع الیدین کرده بود، این خیلی کاری بد بود یا او اعرابی و آدم دیهاتی که آمد و در کنج مسجد پیشاب اعلام کرد و صحابه بدبرگ شدن که بره و او را بزنه، رسول الله میگه که دعوه لا تزریموه، بگذارش، قطع نکنی سرش پیشاب. کدامیش است؟ فقط امی قدر سوال از امیرش سفیدا بکنه گپ حل است. بعد از خب ما نمیگیم. ما چرا نمیگیم؟ وجه نگفتنم میترسم یک تعدادی از یا بیخی گپی مرا امی که امی قدرم گفتم پسان میه پس دور میخورم میگه ملاس بستری تا بسته کن، تو هم وابی بوده برف. از امی خاطر میترسم، من از او خاطر به مردم چیزی نمیگم، میگم چیسته والا نه هنوز روی دور میدم به می کدنی، مثلا میگم که حال اینجا خوب در افغانستان کلش مذهبی حنفی است، تو بیا دمین نماز نمیشه که تو کار رو شروع کردی، مرا دیگه ملامت میکنی. از او خاطرش سفید از او طرف چگس هم میگیره که نمانش. الله رحم بکنه و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.